درود بر شما دوستان برادران عزیز. برادرای عزیز، نظامیدین دادار عزیز ما که در ویدیو دین بگاه کردم ویدیو را گفتم که همسایه منای گم شدگی در سوچ عدلر الحمدلله ساخت سلامت پیدا شده ویدیو درمون ساز بدای سلامتیش سازای همه طرفت اینجا در سپیس پریومی حجتاش چی مشکلی داشته دکومنتاش چی مشکلی داشته همو درین ایرپور میگیرن میبرن همو عدل میبرن سپیس پریوم دا محکمش میکنن بازی در سپیس پریوم بده تلفن همه چی دست گرفتگی یگان چی نداشته همو سپیس پریوم در کدام بچهای تاجیک خدمت خیلی هستن کجا آدمای تلفن دار اولا دیدین همو ویدیو را گفتن زنگ خونه تون گپ زن که مثال در یوتیوب پرتفتیان تا زنگ زده الک خونگیشون قطعی گپ زده خونگیشون من گفتن که مثال اسماعیل دیافته میشه مردم خبر که پیدا شد ویدیو پیشینه را گیر محکم که صورت پروچه دیگه نمون اینا ما ویدیو پیشینه را محکم کردیم این ویدیو اینا به خاطر شما فهمیدن و خاطر شما جمع شدن کردگیم برادران الله یارو مددگارتون امیدوارم به طرف نمیستیم برادرای عزیز اینجا رقمایی که میمونم این رقمای اویاکاس اسماعیل توجیکای و در این طرف باشه رقمایی که موندگیم برادرای عزیز برادرمون بهروز بسیاریاتون میدونین گرانیتسا میروه یا بار دیگر هم ویدیو کردم صورتو ماشین شمونده بودم و گفته بودم که همین برادرمون در همه وضعیتی که در سرحد شده توجیکای خودمون در سرحد خوان حاضرم در همین سرحد آدمای حاضرم کمک کردسیان یاردم کردسیان تاکسیستایی که سرحد میرن میبیان و همین بهروز هم یکی از فعالای هست که شبانه روز در همونجا در خدمت مردم توجیکه و من در همینجا نمره تلفن شموندگیم کدامتون که گرانیتسا رفتنی باشین یا وضعیت گرانیتسا را فهمیدنی باشین بسیار سوال میتیانده من در گرانیتسا چی خیلی چی وضعیت اینا باز زنگ زنین خودشون پرسین اینا همون جدن اینا در همون جدن هر روز همون جدن ایما و شما همه را آگاهن همه چیز خوبتر و سوستر آگاهن به همه خاطر کدام میتونده که ماشین گرانیتسا را در کره اینا زنگ زنین قطعش چخ کنین اکای بهروز